تا حالا همچین سرعتی رو تجربه کردی؟ آره باید یه بار LG اولتراگر 480 هرتز رو ببینی. این یه چیز دیگه است. خب بچه ها بریم از نمای نزدیک مانیتور رو بررسی کنیم. اینطور که پیداست یک نمای ظریفی داره، یک حس رباتی هم داره به منتقل میکنه. خب حالا بریم از نمای بغل این مانیتور رو آنالیز کنیم. از نمای بغل که نگاه میکنیم پنل این مانیتور به شدت با ظرافت و شکننده است. پشت مانیتور هم یه نورپردازی بنفشی وجود داره. پایش انقدر یوغوره اینو بعدن اگه خونه‌اش خراب شد از خود ستونا قوی تر. دور تا دورش هم پر سوراخه، منافذ باز، و این لوگویی که پشتش هم خورده خود LG. 480 هرتز یعنی چی؟ یعنی یک لحظه سرنوشت ساز باشه این مانیتور اون رو از دست نمیده. اگه دنبال یک مانیتور برای رقابت در سطح بالا هستی، LG اولتراگر میتونه برگ برندت باشه. اما خب باید خودتو آماده کنی که بهش عادت کنی، چون بعدش دیگه هیچ مانیتوری راضیت نمیکنه. خب بچه ها نظر شما درباره این مانیتور چیه؟ یا اگه مانیتوری از این بهتر سراغ داری حتما برام کامنتش کن. تا ویدیوی بعدی